قدرت این حرکت از گسترش آگاهی‌ها صورت گرفت. ما این رو باید پاس بدهیم، این رو عمیق‌تر بکنیم. کسانی آمدن به دولت حاکم رأی دادن، اینها آدمایی بودن که اعتقاد داشتند و رأی دادن. ما باید به گسترش آگاهی به اونها نشون بدیم. این سیاست هاست، این روش اینهاست، این روش دولت تعیین کردنشون، این روش وزیر عوض کردنشون، این سیاست خارجیشون. اون بحثایی که در مورد مسئله اقتصاد داشتیم، هنوز بحث 300 میلیارد دلار هدر رفتن و گم شدن در جای خودش باقی است. هنوز ماجراجویی در سیاست خارجی در جای خودش باقی است. در آینده این مسئله مردم ما خواهد، مشکلاتی هست مسئله مردم ما خواهد. ما تمام اینها جلوی روی خودمون باید باشیم، ولی در شعار همونطور که یک شعار حداقلی از نمادین داشتیم، رنگی داشتیم سبز، که مردم در حرکتی که داشتن با یه حرکت انگشت این یک چیزی به دستش می‌بست، یکی دیگه در بیه انگشتش، از این سر خیابون به اون سر خیابون، از داخلی ماشین با سرعت رد میشد، یه کسی که پیاده رد میشد و هم علامت می‌دادن که با همین یکی هستیم، دنبال یک هدف هستیم. شعاری باید مطرح بکنیم که گستردگیش بتواند هم ایرانیان داخل کشور و هم خارج کشور رو در حد اکثر خودش بپوشه. بر اساس اون حرکتمون رو باید تنظیم کنیم. اون چیزی که بنده پیشنهاد میکنم و برش به نظر من میشه به صورت حد اکثری ایستادن روی قانون اساسی از این زاویه‌ای که گفتم، زنده کردن اصولی که مقبول واقعی که مهمترینش آزادی هاست. یکی از مهمترینش اصل اجتماعاته. ما دائم میگیم اصل 27. ما هم چیزی که اخیراً با جناب آقای کروبی امضا کردیم، دولت رو در معرض این امتحان قرار دید. آقا ما کاری نمیخوایم بکنیم، سخنرانی هم نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم در مصلایی که با هزینه‌های صدها میلیارد تومانی ساخته شده به این قدر استفاده میشه، ما هم استفاده بکنیم. مردم همون 13 میلیون رای شما میگیم، ما میگیم بیشتر نه، که میدونیم که برعکس کردن دریا. حالا فرض کنید اینا هم حقی دارن از این مسئله، از پول اونها ساخته شده، اونها هم در اینجا از بودجه عمومی صرف شده و متعلق به اونها هم هست. اجازه بدیم ما یکم جمع بشیم اونجا فقط قرآن بخونیم، هیچ شعاری هم نداریم. خب این هم نیست که در شبای قدر اتفاق خواهد افتاد، در روز عاشورا اتفاق خواهد افتاد، در همه مراسم‌ها اتفاق خواهد افتاد، ادامه پیدا خواهد کرد و خب این یه ظرفیت عظیمی است. من فکر می‌کنم که در اینجا این قانون اساسی که عنوان می‌کنیم درست مثل رنگ سبز می‌تونه راهنمای همه باشه، پیوند دهنده همه ما با هم باشه. ما باید توجه بکنیم که این حرکت انشاءالله برای به نتیجه رسیدن همون احیاء ارزش‌های اصلی انقلاب اسلامی و ارزش‌هایی است که مردم به خاطر اون هزاران شهید دادن و در دفاع مقدس صدها هزار شهید دادن، برای احیاء اون ارزش‌ها مجبور هستیم که روی قانون اساسی تکیه بکنیم و از اشتباه بکنیم و اون رو شعار اصلی خودمون قرار بدیم. نکات مهم اینجا مطرح شد. بحث هویت ایرانی بازم به خود قانون اساسی ما برمیگرده. بسیار از اصول قانون اساسی که میتونه تقویت کننده این هویت باشه، مثل تهدید در کشور مطرح شده در 20 سال اخیر، اینها باید زنده بشه. اون چیزی که بنده لمس کردم وسط‌های انتخابات بود، در یک مانده حتی انتخابات بود که گسترش پیدا کرد، این بود که تکیه روی هویت ایرانی بسیار برای بسیج مردم کارساز. این هویت البته هم که بزرگان ما، شهید مطهری، شهید شریعتی عزیز انقلاب مطرح کردن، به هیچ وجه از هویت اسلامی ما جدا نیست. اینا سرشته با هم. لایه‌های هویت ملی ما بیش از 90% اسلامی هستن، از همدیگه انفاق ناپذیره. غفلتی در این زمینه صورت گرفت، گاهی عمدی بوده، گاهی غفلت بوده. بیایید این جریان انتخابات ما این مسئله که کردیم، این رو بارها گفتم به عنوان یه تجربه، البته چون لمس کردنی است گفتم برای اینکه اهمیتش رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. در رشت با چون اولین بار به ذهن من اونجا رسید و به صورت آگاهانه و همجور با برنامه رو مطرح کردم، رفتم به اصطلاح مزارع چایی، سیاهی چایکاری هست
که در حال از بین رفتن هست. میده چای رو زمان ناصرالدین شاه شخصی به اسم کاشف السلطنه به ایران به دلیل علاقه که به ایران داشت ظرف بویه میده بوکه بوچه دشواری و شرایط اینا رو برده و بومیش کرد و گسترش تبدیل شده به محصول ملی و مثل خیلی از محصولات دیگه کارخانه‌ای و غیره و غیره. کشاورزی این هم در شمال ما در حال از بین رفتن هست. اون موقع که ما رشت رفتیم گفتن 180,000 تن چایی در انبارا هست، کارخانه‌های چایی تعطیله و باغات هم در حال از بین رفتن است. وسط مدار من بده هم رسید غیر از این که این مسئله جنبه اقتصادی داره مثل همه محصولات کشاورزی صنعتی، از جهت این ارق ملی هم مهمه. ما چقدر بی غیرت شدیم که عملاً چای خودمون که دسترنج کشاورزای ماست، زمان شمالی است، متعلق به ملت ماست و میدونیم که ما اینو مصرف کنیم به صورت کشور خودمون با آرمان‌های خدمت کردیم، این رو داریم نابود میکنیم یا شو چای دیگه با قاچاق و با تامین منافع غریبی در کشور در واقع کردیم طوری که هیچ کدوم از خانواده ما فکر می‌کنن که یه چای شما اینا پیدا نشه. هم از این چای احمد از این چیزا ما این اومدیم که به اصطلاح سالن اجتماعی که سالن ورزش بعد مجموعه‌اش مطرح کردیم. خب ما این نه نیست که ما ایرانی باشیم و چای بدن، ما ایرانی باشیم و برنج باسماتی در بازاری رشت باشه و برنج شمال فروش کردن. احساس کردم حرکتی که مردم کردن قابلیت با بقیه صحبت کنم. این رو من ادامه دادم دستت. دیدم یه زاویه دید بوده تو نهضت ملی شدن نفتم همین زاویه دید. در قیام حضرت امام همین زاویه دید. بعد رجوع کردم به صحبت حضرتون. دیدم که از این زاویه به مسائل نگاه کرد. بعد رجوع کردم به این چیزای اعتقاد دینی ما راهی برای نفوذ بیگانهان در خودمون نباید بگذاریم. یکی از راه‌ها همین اقتصاد فاسد وابسته به حرفی که تمام بازارها پر بکنه. وقتی از این زاویه ما مسئله مطرح می‌کنیم غیر از مسائلی که چه اثری از اقتصادی روی سطح مردم می‌ذاره اینها، یک امواجی از پاسخ رو محسوس کردم هست که اوجش رو شاید دیده باشید در فیلم همون چیز ساخته بودن مسجد سید رو نشون میداد که وقتی این بحث رو من کردم مردم اون مسجد عظیم که دوستان رفت حسین اصفهان شروع کردن تا گفتن ایران ایران ایران. این همون چیزیست که امروز نداشت به ایرانی خارج کشورم رسید. می‌بینن که در این جهت میشه متحد شد، در این جهت میشه دستی دراز کرد. حقیقتش هم اینه که اول انقلاب ما اینجوری هم می‌کردیم. یادتون باشه ما حتی این اقلیت‌های محترم خودمون رو از ارامنه و یهود و زرتشتی جلو مینداختیم، هی نشون میدیم که اینها هم با ما، یعنی وسعت ملتی که تعریف کرده بودیم به حدی بود که همه درش میگنجیدن. بر اساس چنین زاویه دیدی هم بود که اقلیت‌ها راه پیدا کردن در مجلس، علی‌رغم اینکه اگر به طور طبیعی رأی گرفته میشد با رأی اکثری مردم که هر کی بخواد به کی حکم رأی بده، یقینا این اقلیت‌ها نماینده در مجلس ما نداشت. یعنی اومد قانون سازمان حقوق رو برای اقلیت به رسمیت شناخت. یعنی فقط رأی اکثریت در اینجا تعیین کننده نیست، حتی حقوق اقلیت در درون این حقوق اکثریت به رسمیت شناخته شد. این متأثر از یک گفتمان بسیار مترقی بود. هم گفتمانی بود که همه ما رو دور هم جمع می‌کرد، ما رو با اقلیت هامون جمع می‌کرد، سنی ها رو با شیعه ها جمع می‌کرد، اقوام مختلف رو در دور هم جمع می‌کرد. خب ما این رو دونه دونه از دست بدیم. دلایلش هم باید جستجو بکنیم. اینا چیزایی که قابل دفاع است و یقینا از دل مردم پاسخ خواهد اومد در سطح